رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در سفر به شیراز از ساماندهی اتباع غیرمجاز خبر داد و گفت این طرح با جدیت در کشور در حال اجراست. قصد ما این هست که تمامی اتباع و مهاجرینی که در کشور ما حضور دارند به صورت قانونمند وجود داشته باشند. شرایطی در گذشته ایجاد شده که این افراد به خاطر نگاه پرمهر و عطوفت مردم و دولت ایران توانستن داخل کشور بشن. امروز به خاطر مشکلاتی که ایجاد شده به همه اونها اعلام کردیم که باید حضورشون رو قانونمند کنن. آقای یار احمدی این را هم گفت کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند باید آنها را معرفی کنند تا ساماندهی شوند. در غیر این صورت هم با کارفرمایان و هم با اتباع برخورد قانونی خواهد شد. خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن، چون مطمئناً قانون برای کسانی که به صورت غیرقانونی مبادرت به اقداماتی میکنن حتما مجازات هایی تعیین کرده که امیدواریم به اونجا نرسه. مردم همچنان که در مدیریت این موضوع به دولت کمک کردن در سالهای گذشته، امروز میخواهیم در مدیریت برتر به دولت کمک بکنن. معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس هم گفت ساماندهی اتباع غیرمجاز یکی از مطالبات جدی مردم استان است که شناسایی و